سلام میکنم به همه دوستان از روز پنجشنبه. امیدوارم که روزتون خوب بگذره. در طول روز پنجشنبه ماه در نشان تارس در حرکت هستش. این زمان دوره‌ایه که در اون به دنبال امنیت مالی، آرامش و آسودگی هستیم. اما تأثیرات پیوند مرکوری و خورشید با نود جنوبی در نشان خوش همچنان ادامه داره. بنابراین موضوعات مربوط به گذشته، پرداخت‌های گذشته، حساب و کتاب‌ها و به ویژه تسویه حساب‌های کارمایی در جریان خواهد بود. قبلا اشاره کردم به این موضوع که نود جنوبی در نجوم معنای از دست دادن، رها کردن، کنار گذاشتن و دل بریدن رو داره. در نجوم خورشید نشان دهنده چهره‌های شناخته شده و شخصیت‌های صاحب قدرت یا مقام هست، در حالی که مرکوری نماد نویسندگان، سخنرانان، به ویژه روزنامه‌نگاران و افراد حوزه رسانه و نشر است. بنابراین در این حوزه، یعنی میان افراد سرشناس، مقامات و روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، شاهد نوعی تسویه حساب، پرس‌وجو، بازبینی گذشته و آشکار شدن موضوعات قدیمی خواهیم بود. روز خوبی داشته باشین.